در عرفه یکی از مهمترین نبردهای UFC یا خود یک حربه بدون قاعده میان حبیب نورمگامدوف و کانر مکگریگور توجه رسانه‌های جهانی اساساً به طرف مکگریگور ایرلندی است. در زادگاه نورمگامدوف جمهوری داغستان قفقاز شمالی مردم اکثرا درباره هموطنشان حبیب صحبت میکنند. بله، من طرفدار حبیب هستم. او هموطنی ما است. منتظر قوه آزمایی در امریکا هستم. در شهر مخج قلعه و دهات کوهی اطراف پایتخت جمهوری داغستان عکس های نورمگامدوف مشاهده می شوند. در این جمهوری سرشار از قوم و ملت های مختلف شاید کم نفری یافت شود که مثل نورمگامدوف همه را در زیر یک پرچم متحد کند. در دهه سیلدی معلمه زبان انگلیسی نورمگامدوف را همچون نمونه برای آموزش زبانهای خارجی استفاده می کند. من در بعضی درس‌ها به بچه‌ها ضرورت آموزش زبان انگلیسی را در مثال نورمگامدوف تاکید می‌کنم. انگلیسی به او کمک کرد. حتی هنگام محاربه هم دانستن انگلیسی ضرور است. مدیر مکتب امید دارد که نورمگامدوف مکگریگور را شکست می دهد و مکتب سیلدی با اسم این قهرمان نامگذاری می شود. بعد پیروزی ما هم به او تحفه میکنیم. ما میخواهیم که مکتبمان به نام حبیب نورمگامدوف باشد، زیرا ختم کرده معروف این مکتب است. حاضر نامش تنها مکتب تحصیلات همگانی است. 6 اکتبر در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا نورمگامدوف برای حفظ عنوان قهرمان جهان با کانر مکگریگور روبرو می شود. من شخصا فکر میکنم که حبیب مکگریگور را شکست میدهد، حالان که مکگریگور هم قوی است و هم سالها باز قهرمان بود. محاربه آنها خیلی جالب خواهد بود. حبیب نورمگامدوف سال 1988 در دهه سیلدی داغستان به دنیا آمده است. زمان فروپاشی اتحاد شوروی و بعداً در سالهای جنگ روسیه و چچنستان جمهوری داغستان در بین ماند و تمام عذاب و اذیت این نزاع را از سر گذراند. چندین برخورد نظامی در قلمرو داغستان هم جای داشت و شماری از جوانان به دست سلاح گرفتند. پدری حبیب نورمگامدوف، عبدالمنان نورمگامدوف که اصلا افسر نظامی و پهلوان بوده است، تصمیم گرفت نگذارد که پسرش افراطی اسلامی شود. او در تهخانه منزلش تالاری ورزشی ساخت و فرزندانش محمد و حبیب را به ورزش تشویق کرد. اکنون حبیب قهرمان جهان است و درباره‌اش قصه ها ایجاد می شود. نبرد او را 6 اکتبر به طور زنده در تالارهای سینما نمایش می دهند. پیش بینی می شود که مردم زیاد به تماشای این قوه آزمایی می رود.